سلام و عرض ادب خدمت یکایی که دوستان عزیز، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. دوستان امروز اومدیم با ویدیو جدید دیگه. این ویدیو با ویدیو قبلی فرق خیلی کوچیک داره، اونم این داداش گلمونه، ایشون موریس جدید گرفتم دوستان. نمیدونم اصلا قدرتش چیه، فقط یه چیزایی میدونم که از اون ربات ها تولید میکنه فکر کنم، اگه اشتباه نکنم. حالا میریم با هم دیگه میبینیم دیگه، ببینیم چه جوریه، چی کار میکنه، همه چیشو میریم با هم میبینیم، بررسیش میکنیم، ببینیم خوبه یا بده. دوستان لطفا قبل از هر چیزی چنل من ساب کنید، زنگوله بغلیشو بزنید و اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید. خب اینم باز کنم و تریدر زمینو بخرم. آره میخرم، مدیک استفادهش کنیم. خب اینم مدیک 3 ستاره. فرقش چیه با دوش؟ یکیش که بچه است، دوش که جوریه. خب خوبه. اینم بگیرم یا کینگ رو بگیرم یا بربر کینگ. بلش کن بربر کینگ. خب پول اینم بگیریم بریم دیگه دوستان، خیلی معطل شدیم، بریم سریع. ندیدم چه هیروهایی میداد این دست، چه نیروهایی میداد، لوتر میداد نمیداد، اشکال نداره میریم. خوبه، مپ خوبی هم افتاد. خب لوتر هم داد ولی فعلا به دردمون نمیخوره. الان گوبلین بیشتر به دردمون میخوره. یه دونه میویس هم میگیریم الان اینجا، خوبه. یه گوبلین دیگه. گوبلین و یه میویس همه و سری بدونه بکنه بریم از اینجا. بریم چیه، جامون خوبه دیگه، داریم لوتمون رو میکنیم. 2 تا ایوو گرفتیم، خوبه. یه دونه چیکن بگیریم، مرغ بگیریم، یه مرغ دیگه. بنازم مرغم ایوو. احسنت. خب نه دیگه میبیس که داریم، من دوباره مرغ رو میگیرم، حداقل کفش بهمون بده دیگه. شلی. خب میبیس دوباره اینا رو میکنه واسمون. بنازم میبیس. خب نهمیم ما، اشکال نداره، عجله نمیکنم. یه مرغ دیگه. فکر کنم دوستان موریس که تازه گرفتم از همین رباتا بده، نمیدونم دقیق. حالا تو این ویدیو برش میذاریم بهتون میگم چجوریه دیگه، میبینیمش. شلی داشتش میویس دیدم تو کارتش، تو هیروهاش. مدیک. فرار که نمیتونی بکنی، 17 تا کفش دارم، فقط یه ذره مقاومت کنید دیرتر بمیری، همین. خودش گیر انداخت، خودت کردی که لعنت بر خودت بود. الهی. خواهد دقیقا میومدی اینجا، من اون چیزه رو برمی داشتم، کلیده رو. یزید تو دیگه چه آدم کثیفی هستی. حاضر شد بره تو زون گیر کنه، زجر بکشه، ولی نیاد من اونو بردارم. چقدر تو کثیفی بچه.
البته منم بودم موریس ببینیم چی کار میکنه. کاری نمیکنه؟ اگه میشه کاری نکنه. آها آره از همون ربات ها تولید میکنه. لولش بره بالاتر ربات ها از این گنده هم تولید نه الان هم تولید میکنه. لولش بره بالاتر رباتاش قوی تر میشن دیگه. چند تا تولید میکنه نمیدونم. 2 تا از اینا تولید که یه دونه از اون تفنگ یا کوچولوها تولید که برو خوبه به نظر. اوکیه هیرو اوکیه قویه خوبه. لولش بریم بالا تا 100% بهتر میشه دیگه. من تازه گرفتم هنوز 2 ستاره هم نکردمش. 4 تا میویس یه دونه گرفتم اونم هم اولی هست دیگه. خب میویس رو میده این دست لوتر میویس خوبه. آخ 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 آخ. این مپ فقط باید گوبلین بگیم اگه اشتباه نکنم همونی که هرچی بگیرید تبدیل به اون میشه. یه بربر بگیریم سری بزنیم. آره اشتباه نکردم همونه. پول بده الماس نمیخوام فعلا. آها خوبه. شلی شلیاگو گوبلین نمیده این دست درست میگم نبود تو این چیزا. آره گوبلین نبود تو اونا. اشکال نداره بدون گوبلین بازی میکنم. امیدوارم که اشتباه دیده باشم و گوبلین توشون بوده باشه. بهتر از بقیهش بود. فعلا بالا نمیریم. این دوستان این دست گوبلین رو نمیده اذیت میشه یکم که چه عرض کنم خیلی اذیت میشه. نویسه به حداقل بذاره بیت کنم بده. نمیزنه نمیتونه بزنه. همون تو بمیرتون همون تو بمیری کاری کنم. وای 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 وای
گفتم همون تو بمیری کاریت ندارم، نه اینکه بیای بیرون که عزیز من. رفتی همون تو میمردی هیچ کاریت نداشت. هر بار یه دونه ربات جدید بوده کلا این موریسه. آره یه چیزو نمیده هی. چهارم شدم. یه گوبلین رو بهمون نداد، نتونستیم. او لبه مرزم بودم، اشکال نداره. تقصیر ما نبود دیگه، بازی چیزی که باید میداد و نداد. حالا نمیدونم به بعد میداد یا نه. خوش بالا اونی که بشین تو این مپ گوبلین رو میده. خب 100% شلی، 100/1000 شلی. اصلا شلی ها نمیشه با هیچی مقایسش. اینجا هم 100% گوبلین. 100/1000 دوباره گوبلین. مفخوری کردم. خب دوباره شلی، دوتا شلی ایبو. خوبه بربر. پلا رو خراب نکنیم، شاید یه جا نیاز خودم. دوباره گوبلین بربر. باکسر رو ببینیم چی میده. یه مرغ بگیریم، چند تا کفش بهمون بده. اسکوادمون خیلی قوی شد دوستان. البته همینطور که ما قوی شدیم بقیه هم قوی شدن. اوه چقدر قوی بود، من غلط کردم. حالا باید زجه بزنیم مدیک بده، مگه میده حالا؟ آه جون. از اینی که قوی ترین باید سریع بزنیم، حداقل یکی دیگر رو حذف کنیم، بعد یه دونه باکس فیلی باز کنیم. خیلی کمکمون میکنه الان. بربر ایوو، یه باکس دیگه نیتا. این قوی تر از منم کسی هم بعید میدونم و این دست اول باید بشه. آره اوه بله هست.
چه لگی داره میزنه. نشد اول بشیم، حیف. دوم هم خوبه، راضیم. 30 تا کمتر بودیم. 5 نفر تو بازی مردن، 3 تا رو من زدم، بعد حقم دوم شدن آخر. چیکارش کنیم دیگه، بیرحمی بازیه دیگه. آره. باکس 9 تا گوبلین خوبه. همه هیرو دیگه داره میشه 3 ستاره، فقط باید اونایی که لازم همه رو بده. مثلا الان خوبه. دینامیت استفاده نمی کنم مثلا، حقیقتا مثلا مهم نی واسم بدی یا نه. ال پریمو خیلی خوبه، گوبلین که عالیه، هوگم خوبه، مکس خیلی استفادهش میکنم ولی حیف ندارم دیگه. نیتا هم خوبه. این آشغاله به درد نخور، نه آشغاله. ویچ هم خوبه، شیلی هم که دیگه اصلا نگم برات. خب دوستان، این بود از ویدیوی امروز، امیدوارم لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.